چند سال پیش فکر میکنم در یک خانه یک تلفن بود او هم در دستی مردم بود. زنها چند دقیقه میگرفتن به خانواده‌شون گام میزدن. تلفن دوام روز در دستی فقط مردها بود. زن اجازه تلفن گرفتن به دست نداشتن و تلفن نیست کم بود که چند سال پیش میگو وقت من کودک بودم لیکن در یادم هست. حاضر صد افسوس که در همه خانه 10 تا تلفن و همین زنایی که در زندگیشون کمتر مشکلی میشوه بلاگرها را میبینن خوشبختی و خرسندی و استوریس‌های 24 ساعتشون را میبینن آرزوی بلاگر شدن یا شناخته شدن نمیکنن. یک گپتون میگم من خود نمیگم به دیگرها کار ندارم. هر یک خوشبختی و خرسندی که در استوریس های ما میبینین هر یک لباس ایواسکنی که در ما میبینین باور کنین پشت پرده ما را ببینین میگین غم از زیاد نمیشه. ما هر چی را پشت پرده میمونیم دوام 24 ساعت فقط در استوریس خودمون خرسند میگیریم. زندگی به آبروتون بقبین.